سلام علیکم بچه‌ها. برید انتری پرینتری کانون چی بود نامش در هر بالا. خب کانون ایمیج کلاس MF 113W ده اومدیم. راستی گپ زبانش پالنش تو یگان روش فهمیده نمیشه که چیه. خب امیر کپی کنیش از ما شما دا گفتم میگذاریم که رنگ ما 2 ساعت نکنید در کجای کچتری باید کپی کنیم. نه ورق این امیره ما میگیریم بالای انای ورق دیگر دا کپیاش میکنیم. برای کپی کردن ورق بالاگی را میگیریم در جمع میمونیم جایی که باید کپی کنیم مسکن میکنیم و بالای ورق پایانگی مونه میمونیم اکران آکا بگیریم این اکران دا تو نوشتاجات پیدا شدنه. خب بالای اکران نگاه کنیم نوشتاجات ها همینطوری هسته ورق میمونیم وقتی که ورق قبول کرد این حال پیدا میشه ما با برگش میگذاریم تگمچه اوکی یا بار پخش میکنیم. خب پخش کردیم و یک بار دیگه اینا جایی که باید پیچت کنیم اونجا نشون میده شما میتونید با اینای بالا یک اومده چند که کپی کردن این یا ورق میمونید ماده یک بسنده تگمچه که این طرف تا پیچت پخش میکنیم حالاکه پرینتر ما پیچت میکنیم و ما زبان خطایی را نمیدونیم بچه با نگیم که اینجا شد چطوری کنیم نفتوی که شد چطوری کنیم هم خشد کفته با یه عصبه یافتیم تمام